واتساپ گاز به چنل من خوش اومد دوستان، امیدوارم هر جا هستید مثل همیشه حالتون خوب باشه. بچه برای موکاورس که تسکاش رو میزدیم اومده با سایت آرک 8 همکاری کرده. سایت آرک 8 همونطور که خیلیاتون میدونین قبلا یه سریاتون دانلود کرده بودین، یه اپ تحت حالا موبایل هستش که شما میتونید یه سری مینی گیم روش بازی کنین و توکن خاص خودش رو داره. جدیدن اومده با موکاورس همکاری کرده و شما میتونین موک آیدیتون رو به این سایت وصل کنید و داخلش آر پی پوینت جمع کنید. داخل ویدیو امروز ما این کار رو انجام میدیم. منتها قبلش بچه‌ها برای بازی کرونیکلس که با هم انجام میدادیم من یه سری پوینت ها رو گرفتم و حالا یه سریتون پرسیدون کدوم پوینت ها رو تو گرفتی. من تقریبا بچه‌ها ستای اول دوتا از پایین رو گرفتم. اون موکا پلنت ایونت رو نرسیدم بزنم، البته این رو تمومش کردم ولی چون تو اون تایمی که گفته بود تمام نکردم نتونستم پوینتش رو بگیرم. از ستای پایینم آورا یوزینگ گلدن داست رو گرفتم. ریچ تاپ 1500 رو فکر نکنم بتونم بگیرم چون لازمه اینه که هر 8 ساعت بیام اتک بدم و این رنکم رو ببرم بالا. 60 وینم توی آرنا گرفتم، دیشب تموم شد و فکر کنم الان بتونم پوینت این قسمت رو هم بگیرم و این ثبت شه برای من. حالا میزنم که چک کنه چون 60 بار توی آرنا من اینو بردم. خب پوینت این بخشم الان میتونم کلیمش کنم و این بخشم پوینتش رو گرفتم. فکر کنم یه 100 تا پوینت هم اینجا داشت. رنگ 1500 بچه باید سر 8 ساعت بیاید اتک بدید، هی رنگ آپ کنید و لول هیروتون هم باید هی بره بالاتر که بتونید با هیروهایی که لولشون بالاتر هست فایت بدید و فایت رو ببرید. این بخش مخصوص کسایی که وقت دارن و دقیقا سر 8 ساعت میان و اتکشون رو میدن که هی رنگ آپ کنن و پوینت خوبی هم میده. میتونید این بخش رو هم پوینتش رو بگیرید یا صرف نظر کنید ازش اگر وقت نمیکنید و نمیرسید. بریم سراغ آرک 8. بچه سایت آرک 8 رو لینکش رو براتون زیر ویدیو میذارم. این سایت رو که باز کردین وسطش اول باید یه دونه اکانت ایجاد کنید. حالا من با جیمیلم وصل شدم، این بالا سمت راست حالا داره جیمیلم رو نشون میده. بعد میتونم ولتم رو وصل کنم، اینجا مثلا متاماسکم رو وصل میکنم، یک بار کانکتش میکنم و اینجا میام. بعد از اینکه حالا ساین آپ ویت جیمیل رو زدید یه همچین بخشی براتون باز میشه نوشته کانکت موک آیدی. روی موک آیدی میزنم تا ببینم میتونم موک آیدیم رو وصل کنم یا نه. خب اینجا یه دونه وریفای هیومانیتی ازم میخواد. مسیر آخر رو که این ماشین میره مشخص میکنم، کانفیرمش میکنم و این برای من اینجا سکسس میشه. منتظر میشم تا وصل شه به موک آیدی من. اینجا لینک موک آیدی رو میزنم و ثبت میکنم. خب این پیام رو که دیدید دیگه کافیه ریترن تو اپ رو بزنید، نیاز نیست کار خاصی انجام بدین. این خودش برمیگرد و اون کانکت یور موک آیدی لاگین رو اینجا میزنم. من یه بار دوباره جیمیل رو انتخاب میکنم، روی حالا جیمیلم میزنم که دسترسی داشته باشه و برگرده به اکانت اصلی. خب میگه که موک آیدی شما اینجا کانکت هست. پایینتر میگه بیا ولتت رو دوباره وصل کن. اینجا دوباره متاماسکم رو انتخاب میکنم، نکست میکنم. پیر ولت میگه بکن، روی پیر میذارم. اینجا دوباره ازم یه ساین میخواد، اینو ساینش میکنم، اینو کانفیرمش میکنم، ثبت میکنم تا ولتم رو هم بشناسه و بعد میگه دانلود اپ. روی دانلود اپ بزنید، هم میتونید برای آیفونتون هم برای گوشی اندرویدتون این بارکد رو اسکن کنید اینجا یا از اپ استور یا گوگل استور دانلودش کنید. خب بعد اینکه اپش رو نصب کردین بچه‌ها یه سری مینی گیم داره. با انجام دادن اون مینی گیم ها میتونید آر پی پوینت جمع کنید. آر پی پوینت ها در نهایت تبدیل به توکن موکاورس میشه. اگر هم کد موک آیدی ندارید بچه‌ها من زیر یوتیوب خودم توی قسمت دیسکریپشن یه سری کد میذارم. دوستانی هم که دارن قطعا کداشون رو شیر میکنن یا از بچه‌ها داخل کانال تلگراممون اگر بخواید کداشون رو بهتون میدم. برای به دست آوردن کد هم فقط کافیه بیاید تو قسمت موک آیدیتون. حالا ظاهر سایت هم یکم تغییر کرده، اینجا روی حالا مای پروفایل بزنید. این پایین به شما یه سری رفرال کد میده که حالا هر سری میتونید اینها رو بدید به دوستانتون استفاده کنم. من سعی میکنم هر سری کدای جدید براتون بذارم. اگر کدای من رو استفاده کردید باز هم دوستان زیر ویدیو براتون کد قرار میدم و شما میتونید استفاده کنید. بچه حتما تو این کمپین آرکیت هم شرکت کنین که تا 8 در واقع جون بیشتر نیستش. از در واقع فکر کنم تا 8 جون بود اگه اشتباه نکنم، یه لحظه اجازه بدید. بس تا 4 جون بیشتر نیست، از 4 آپریل هم شروع شده یعنی حدوداً 3 روز پیش. و سعی کنید اینجا آر پی پوینت رو جمع کنید که بعدا آر پی پوینتاتون تبدیل به توکن بشه. دوستتون دارم. لایک و ساب و کامنت یادتون نره تا ویدیو بعدی. پیس اوت.